ساکنان تاجیکستان یک روز پیش از فرارسی ماه رمضان به بازارها ریختند. در این ماه برای مسلمانان مقدس مردم کوشش میکنند غذای بهتر استعمال نمایند، اما برخی ها از نرخ محصولات نیاز اول ناراضی‌اند. ما تمام مملکت‌های اسلامی را تمام جوشا گشتم. در ماه شریف رمضان مثال بسیار مملکت‌های مسلمانی را نرخ نوا به حد ارزان میشد. چی سبب باشد که در تاجیکستان ما نرخ نوای همی خوراکات در تاجیکستان به حد قیمت میشد؟ در ماه شریف رمضان خصوصا در روزهای عید، بعد همی عید همین نرخ‌ها با فراورده نمیشد. در تاجیکستان معمولاً پیش از ماه رمضان نرخ محصولات بالا می رود. مقامات برای تنظیم قیمت ها بعضی کارهای را انجام می دهند، از جمله تشکیل یرمرکه ها که به گفته مقامات در آن محصولات با ارزش پایان تر از بازار پیشنهاد می شود، اما از صفت مال پیشنهاد شده در یرمرکه نه همه راضی‌اند. همین گوشت قیمت تر، خیلی دیگر چیزاش خیلی بول میتونیم گرفته. گوشت قیمت جدایم. ما گوشتی همین 90 چند صبحش میگیریم، ارزون وایش نمیگیریم. گوشت 70 سومانه چه از بلاروس میبرن، نمیخوام گرفتن ویا، مزش نیست میگن. خودداری بعضی ساکنان از خریدن گوشت بلاروس در آن است که مردم به شیوه ذبح چاروا شبهه دارند. طبق تعلیمات دین اسلام مسلمانان تنها گوشت را استعمال میکنند که در وقت ذبح نام خدا برده شود. مسئولین اداره تاجیک استاندارد پیشتر گفته بودند گوشتی که از بلاروس میآورند به خطر است. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که در آستانه ماه رمضان اساساً نرخ روغن آفتاب پرست کمی بالا رفته است. حالا ارزش 5 لیتر آن تا 105-108 سامانی ارزش دارد که نظر به یک هفته پیش 5-8 سامانی گرانتر است. نرخ میوه هم به گفته ساکنان گران است. شود چنین ضرورت است میگیریم. مثلا چی دارد دسترخوانتان که؟ خیلی میوه در کار باشد میوه میگیریم کم و کم. اون چیزی ضروری در کار باشد خیلی با در رمضان خیلی بسیارتر کوشش میکنیم که هم خوراکای نو دریافت کنیم بگیریم برای همین از حکومت جمهوری میبینیم که طلب میکنیم که یک همین نرخ‌ها را یک با تنظیم بدارند، انصاف هم در کار. با این معاشی که معلم هم میتن 600-700 سوم این 1 کیلو گوشت بخره، یک قاب چهار بخره، زندگی چقدر پیش میرد. بجز از نرخ گران محصولات، ساکنان تاجیکستان در ماه رمضان مشکل کمبود برق هم دارند. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه‌های تاجیکستان از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب برق می‌گیرند. در شبکه‌های تقسیمات برق گفتند فعلا در جدول انتقال برق یگان تغییرات در نظر نیست. امسال ماه رمضان 1 مارس فرا رسیده تا 30 مارس ادامه می‌کند. طبق شریعت دین اسلام مسلمانان سالم در این ماه باید روزه بگیرند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.